الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بحث ما شما در مورد خصوصیات ظاهری رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بعد ما در مسئله شمشیر و زره رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم، اگر به یاد دوستا بوده باشه. بعد در موضوع زره پیامبر صلی الله علیه و سلم، گرچه این موضوع مجزا هست، یعنی بود عملکردهای نظامی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک امر مفصل هست و اگر فرصت بود انشاءالله در آینده ها تفصیلی صحبت میکنیم. خب چون مسئله شمشیر و زره اینا آمد، مسئله جنگ و مبارزه در ذهنم آمد. بعد هفته قبلی اگر بود یا روز شنبه وعده کردیم که در مورد بعضی از مفاهیمی که در مبارزه اسلامی وجود داره و متاسفانه فعلا در مورد از او خلط صورت گرفته یادآوری میکنیم. او بحث چگونگی استفاده از تکتیک های نظامی در مقابل دشمن و تفاوت ازی با مفهوم ولاورا که اسپیش خیلی ها اید مفهوم خلط شده. یعنی نمیتونن در خیلی وقتا به تعبیر دیگه سیاست اسلامی یا سیاست شرعی را با مفاهیم اعتقادی تفکیک بکنن. به این خاطر زود باعث میشن در حکم کردن بر علیه افراد و جماعت ها و جریانات اسلامی در خطا واقع میشن و دلیل کلانشان هم ایست که یکی مفهوم ولاورا هست با یک بعد اعتقادی و داشتن نمادهای عملی، و دیگه هم تکتیک جنگی در میدان مبارزه در مقابل دشمن. این دو امر متفاوت و مجزا هست. مفهوم ولاورا شاید بر بعضی دوستا آشنا باشه. مفهوم ولا به معنای دوستی و برا به معنای بیزاری است. در اصلی دو اصطلاحات قرآنی است و در خیلی از آیات قرآنی الله تبارک و تعالی ای را با الفاظ متفاوتی به کار برده و مؤمنان را برادر همدیگر معرفی کرده که با همدیگر ولا دارن. البته مفهوم ولا یکی با الله و پیامبرش است و دیگه با مؤمنین. تفصیل از این زیاده داره و انشاءالله اگر ضرورت بود ممکن در حلقات مشخصی در مورد مفهوم ولاورا توضیحات دری وارد بودیم، چون یکی از مباحثی که فهم خطای در مورد صورت گرفته همیست. اما چون حالا فعلا موضوع ذکر شده مختصرا در این باب ذکر میکنیم. اصل مفهوم ولاورا به معنای عزیز که انسان با الله متعال محبت داشته باشه. لازمه ایمان به الله محبت با الله هست و لازمه محبت با الله محبت با دوستان الله هست و بغض با دشمنان الله. به همین خاطر در اصل مفهوم ولاورا یک مفهوم اعتقادی است. یعنی انسان مسلمان با الله باید محبت داشته باشه. بدون محبت با الله ایمان به الله معنا نداره. و طبعا وقتی انسان با الله متعال محبت داشت، بعد ای از خود لوازم داره. از لوازم محبت با الله محبت با دوستان الله متعال است. مثلا محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثل که متعاول گفتیم یکی از اهداف اساسی مطالعه سیرت شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، چون با شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما میتونیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت داشته باشیم. و به عین ترتیب محبت داشتن با مؤمنین، چون مؤمنین دوست الله متعال هستند و لازمه دوستی با الله هم دوستی با دوستان الله هست و لازمه دوستی با الله دشمنی با دشمنان الله متعال هست. به این خاطر مفهوم ولاورا عمیم بود را داره که وقتی ما با الله دوستی ایمان داریم لازما باید با الله دوست داشته باشیم، چون قرآن صفات مؤمنین ذکر میکنه، میگه والذین آمنوا اشد حبا لله.
و هم رقم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ کدام شما مؤمن شده نمیتونین تا اینکه مرا از خود کده و از سایر از زن فرزند خود کده و از همه مردم کده بیشتر دوست نداشته باشین. البته محبت با الله و پیامبر محبت ایمانی است و تفاوت است بین محبت ایمانی همراه با محبت ظاهری. مفهوم محبت خوب از دوستا درک بکنن. وقتی ما میگیم الله تعالی دوست داریم و پیامبر دوست داریم، این مفهوم محبت ایمانی است. معنای محبت ایمانی یعنی ای که انسان رضایت الله و پیامبر را به هر چیز دیگه ترجیح بده. دقت کردین؟ ما میگیم ما الله و پیامبر دوست داریم یعنی چی؟ معنای محبت با الله است که ما رضایت الله و پیامبر را بر هر چیز دیگه ترجیح بدیم. هرگاه تضاد و تعارض بین محبت الله و پیامبر میاد یا بین اطاعت و رضایت الله و پیامبر میاد، ما اطاعت و رضایت الله متعال به هر چیز دیگه ترجیح بدیم. این مفهوم محبت شرعی است به تعبیر و اسباب مختلف داره. مفهوم محبت میگه چه رقم ایجاد میشه، یک بحث گسترده است، اما من فقط به نکات اساسی اشاره میکنم. حالا وقتی یک نفری با الله دوستی کرد، با کسی که با الله دوستی داره هم دوستی بکنه، چون دوست انسان است. و کسی که با الله دوستی کرد، با او کسی که با الله دشمنی داره با او هم باید دشمنی بکنه. الله متعال میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. او تو یک قوم را شما پیدا نمیکنین که با الله و پیامبر محبت داره و بعد باز دوستی میکنه با کسانی که با الله و پیامبر دشمنی داره. دقت کردین؟ پس امکان این وجود نداره که انسان الله و پیامبر هم دوست داشته باشه و همزمان کسانی را هم دوست داشته باشه که اونا با الله و پیامبر دشمنی دارن. این عقلا درست نیست و شرعا هم ناجایز است. به همین خاطر مفهوم ولا برا امی مفهوم داره. مفهوم ولا برا امی مفهوم داره که انسان با الله دوستی بکنه و با کسی که با الله دوستی داره دوستی بکنه، و وقتی با الله دوستی کرد با کسی که با الله دشمنی داره دشمنی بکنه. و طبعا کسی که با الله متعال ایمان نداره با الله دوستم شده نمیتونه. این قاعده بسیار مهم است. یک نفری را دقیق بفهمه، به خاطر که خیلی ها در عدم فهم عمیق قضیه در خیلی از انحرافات عجیب غریب دیگه واقع میشن. این قاعده را دقیق بگیرین که کسی که با الله متعال مطابق شریعت الهی ایمان نداشت قطعا الله متعال دوست داشته نمیتونه. و اگر ادعای دوستی با الله را میکنه قطعا دروغ میگه، چون خود الله میگه که محبت با الله یعنی چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. هر کس الله را دوست داره از شریعت الله پیروی میکنه. هرگاه کسی از شریعت الله پیروی نکرد و ادعای محبت با الله را بکنه دروغ میگه و این و ایمانش هم الله متعال قبول نمیکنه و او کافر است و الله به او بغض داره. این نکته را درک کردن خیلی از قضایای کلان برای ما شما حل میکنه. یکی از اون مسائلی که در بین یک عده از دوستای صوفی صاحب ما شما زیاد رواج پیدا کرده او است که اونا تصور میکنن کسی ولو عقیده و عملش خلاف شریعت الله هم باشه بازم میتونه دوست الله بوده باشه. ای اصلا امی عقیده و باور داشتن اساس شریعت های الهی را باطل میکنه. اگر یک نفر معتقد باشه به ای که ایمان و عمل یک نفر مطابق با شریعت الهی نباشه، بازم او شخص دوست الله هست و الله امور دوست خود داره. مثال از این را برای شما ذکر میکنم که در جامعه به تعبیر جامعه ما شما جا افتاده هست و مردم به او تسلیمن به عنوان یک حقیقت قابل قبول. مثلا همون داستانی که چیز ذکر میکنه مولانا در کتاب خود ذکر میکنه، در کتاب مثنوی، که یک آدم سنگ تراشی بوده در کدام جای و باز او الله متعال بر اساس علم خود توصیف میکرده. حالی که داستان چقدر درست است یا نیست، من منظورم اون مفهومی که از این داستان گرفته میشه و مردم به او باورمندن به این نکته اشاره میکنم. میگه بعد او میامد که خود راز نیاز میکرد که خدایا تو چوب خانم بیایی که مثلا من به تو خوب غذا پخته بکنم، نیفهم پایکایت چاپی بکنمش پیشکایت بگیرم، این چیزا میگفت. میگه موسی گپاش شنید، برش گفت که تو آدم چی کفر گفته رئیسی رقم گپا رو نزنی، عقاید کفر است و فلان و فلان. بعد میگه این بیچاره ناراحت شد، جگرخون شد. دیگر روز وقتی موسی رفت با کوه تور، خداوند موسی را سرزنش کرد که چرا تو یک دوست از من ناراض کردی. حالا خوب دقت کنین، این نفر بر اساس امو باوری که در مورد الله داشته، الله متعال یک موجود چرک و چتل و گشنه و تشنه فکر میکرده که در خانه ازی بیایه و آل ای برش نان بته و غذا بته و پایکاش چوبی کنه و پیشکاشی ببینه. امی عقیده کفر است، چون خلاف شریعت الله هست.
و هر کسی در مورد الله عقیده داشته باشه کافر است و الله با او بغض داره و الله با او دشمنی داره و این بزرگترین اهانت به الله است. اینمی نفر را الله هرگز دوست خود نمی داشته باشه، ولو جاهل باشه ولو عالم باشه، چون اساسات عقیده اسلامی در دیگه مباحث ممکن جهل برای یک نفر عذر باشه، در این مسئله جهل به اتفاق علما عذر نیست که یک نفر الله را مت چیز بدانه. دقت کردین؟ آله الله متعالی نفر دوست نداره. یک نکته دومش، موسی علیه السلام کیست؟ جایگاه موسی را آدم باید بفهمه. موسی یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است که به خاطر دعوت مردم به ایمان مبعوث شده. به خاطر چی مبعوث شده؟ به خاطر دعوت مردم به ایمان و مردم را از کفر باید منع بکنه. امی عقیده امی نفر چیست؟ عقیده صریح کفری بواح. و موسی همین کار را میکنه. یعنی موسی رسالت خود را که الله به خاطر او مبعوثش کرده ای را انجام میده. پس الله متعال موسی را به خاطر انجام رسالتش باید مؤاخذه بکنه. خب چرا خیروانش کرده؟ اینجا الله هم زیر سوال میره، پیامبر هم زیر سوال میره، شریعت هم زیر سوال میره. دقت کردین؟ یک نکته اساسی را که من میخواستم اشاره بکنم است که اتو نمود میکنن که اینمی نفر خیره که نمیفهمیده، خیره که در مورد خدای رقم عقیده داشته، اما چون صادق بوده و اخلاص داشته به این خاطر الله او را دوست داشت. ای که تنها اخلاص انسان نجات نمیده، دلیلش هزارها آیت قرآنی است. مشرکین هم بت‌ها را پرستش میکردن، چی میگفتن؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. خب خلاص دیگه، به خاطر محبت با الله کار میکردن. مسیحیات چرا در مورد عیسی علیه السلام بچه خدا میگن؟ از محبت زیادی کار میکنن. خب مشکل باید نداشته باشه. یهودی ها چرا در مورد عزیر ابن میگفتن؟ از محبت زیادی کار میکنن. خیلی از مسلمان های ما شما عقاید احمقانه زیاد دارن، در مورد پیامبر حیات میدانن، زنده میدانن، در هر جای حاضر و ناظر میدانن، از او کمک میخوان. از روی چیز؟ از روی دشمنی با پیامبر نیست، از این محبت زیاد است. به امی خاطر است که پیامبر الهی میگه لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی بن مریم فانما انا عبد الله فقولوا عبد الله و رسولی. شما در مورد من غلو نکنین آنگونه که عیسی ها در مورد عیسی فرزند مریم کردن. من بنده الله و رسول الله هستم. وقتی مرا توصیف میکنین بگین بنده الله و رسول الله. پس هرگاه کسی عقیدش و عملش خلاف شریعت الهی بود، او نه ولی است نه هم دوست الله، بلکه الله با او چه داره؟ دشمنی داره. ولو این شخص پیش خود فکر بکنه که ما آدم خوب هستم، ولو در ادعایش صادق باشه. دقت کردین؟ بازم الله با او دوست نیست. الله هرگز کافر دوست خود نمیگیره. متوجه شدین؟ و این باز در ادامه داستان که عجیب غریب دیگه میگه. باز میگه پس دوباره موسی میگه که از این معذرت بخواه، بازی میگه فرد برش میگه که ما تیر شدیم دیگه، از او گپا حال رفتیم، خدا شدیم. اما عقیده وحدت الوجود این مسائل باز در ادامه از مطرح میکنه. خب قطع نظر از او قسمتش، همین نکته ایش که الله متعال موسی را سرزنش کنه. به خاطر چی؟ به خاطری که یک آدم با وجود داشتن عقیده کفری دوست الله بوده. اینی عقیده خلاف اساسات واضح شرعی است. دقت کردین؟ خلاف اساسات واضح شرعی است. پس لازمه ایمان به الله محبت با الله هست و لازمه محبت با الله بغض با دشمنان الله هست. مفهوم ولا برا میمنارده. پس اصل مفهوم ولا برا دوستی کردن با الله و پیامبر و مؤمنین هست و دشمنی کردن با کسانی که خلاف دین الله تبارک و تعالی هستند. و در اصل این مسئله برمیگرده به چی؟ به عقیده و باور. در زمینه عملی ما با کافر چی کنیم؟ کافر هر نوع کافر که باشه، از لحاظ اعتقادی ما با او چی باید داشته باشیم؟ با او براءت داشته باشیم. براءت از کافر یعنی چیست؟ یعنی عقیدهش عقیده کفری بدانیم، خودش موقعیتش موقعیت کفر بدانیم و نسبت به عقیده و عمل کفریش بیزار باشه. هر کسی که بوده باشه. مفهوم براءت از کافر همیست که چی بکنیم؟ عقیده از او چه بدانیم؟ عقیده کفری بدانیم، دینش را باطل بدانیم و از عقیده و عملکرد کفریش بیزار باشه. اما در زمینه عملی چی باید بکنیم؟ در زمینه عملی چگونگی تعامل با کفار نظر به وضعیتشان تفاوت میکنه. کافر سه نوعند. یا کافر است که در حال جنگ با مسلمان ها هست، یا کافر است که با مسلمان ها پیمان صلح داره، در سرزمین کفری خود زندگی میکنه، با مسلمان ها پیمان صلح داره که براش معاهد میگن. کافری که با مسلمان ها در جنگ است براش حربی میگن. یا هم کافر است که در سرزمین اسلامی در تحت حکومت اسلامی زندگی میکنه و تابع حکومت اسلامی به اصطلاح اهل ذمه براش میگن. کافر هر سه نوع کفار با اونها از لحاظ اعتقادی براءت وجود داره. در ولا تفاوت بین کافر حربی و غیر حربی و معاهد وجود نداره. ما از همش از لحاظ عقیده و عملکرد کفریشون بیزاریم. اما در تعامل عملی در بعضی از موارد با همه انواع کفار تعامل کردن ممنوع و ناجایز است. او اشتراک کردن در مناسبت‌های دینیشان است.
اشتراک در مناسبت‌های دینی کفار از هر نوع کافری که بوده باشه، حربی، معاهد و ذمی ناجایز است. و تبریکی گفتن بر از اونها هم ناجایز است، مثل کریسمس و مثل فلان و فلان. اما تو موارد زیادی که از حالا یگان تو به خاطر خود از کوگک نشان بده دوستای خارجی خودم کریسمس نشان تبریک میگه، این شریعت الله ممنوع و ناجایز. اما در غیر مسائل دینی با کافر حربی و معاهد احسان و نیکی و عدالت میشه. قضایا رو خوب دقیق بفهمین خود، چون از پیش خیلی هایداد تو به هم خورده که تو به یکی گدوات شد از پیششان. با کافر، با هر سه نوع کافر، حربی، معاهد و ذمی، در زمینه اعتقادی از اونها براءت باید وجود داشته باشه. براءت از عقیده و عملکرد کفریشان. هیچ تفاوت بین از این وجود نداره که کافر حربی یا معاهد یا چیز. در زمینه عقیده و باور یکیستن. در زمینه اشتراک و کمک کردن و مثلا تبریکی گفتن و موارد دیگه که متعلق به امور دینی اونها هست، بازم فرق بین از اینها وجود نداره، بین معاهد و حربی. اما در زمینه تعامل در مسائل به اصطلاح اجتماعی، در رفتارهای اجتماعی، تعامل کردن بین کافر حربی و دو کافر دیگه تفاوت وجود داره. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم برای شما دستور میده که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. الله تبارک و تعالی شما را نهی نمیکنه از او کسانی که، از او کفاری که در امر دین با شما جنگ نکردن، شما را از سرزمینتان اخراج نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. ای که با اونها نیکی بکنین و احسان بکنین و عدالت بکنین، یعنی به عنوان یک انسان به هم داشته تعامل بکنین، با او برخورد نیکو داشته باشین، اخلاق نیک داشته باشین، حقش نخورین، بلکه از حقش خب باید برش بدین، از حقش اضافه تر بدین. مثلا تو با یک کافر معاهد مثلا شریک اقتصادی هستی، هیچ ممانعتی وجود نداره، حق نداری حق از رو بخوری، به خاطر کافر گفته اگه بخوری حرام است. دقت کنین، با او یک خرید فروش میکنی، با یک معامله دیگه دارین، حق خیانت کردن با او را نداری، بلکه حقش را هم برش میدی. اینمی عدالت است، از حقش اضافه تر هم برش میدی، به خاطر که خوبی اسلام را بر از او نشان بدی و یک راه برای ورود از او بر اسلام داشته باشی. و الله متعال باز برای تشویقی که میگه ان الله یحب المقسطین، الله عدالت کننده ها را دوست داره. با چی کسانی؟ در این سیاق آیت میرسونه که حتی اگر باش کی باشه، حتی اگر با کافر باشه. و در جای دیگه میگه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دشمنی با قوم شما رو وادار نکنه که عدالت نکنین، عدالت بکنین که به تقوا نزدیکتر است. یعنی با وجود داشتن براءت اعتقادی از کافر ذمی و معاهد، ما با او در معاملات خود چی میکنیم؟ نیکی میکنیم. دقت کردین این نکته را؟ اما در ادامه آیت میگه انما ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. اما الله متعال شما را نهی میکنه از او کافری که سه کار کرده باشه، حربی میشه. ینهاکم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، در امر دین با شما جنگ کردن. در امر دین با شما جنگ کردن یعنی چی؟ گاهی وقتا ممکن یک کافر به خاطر غیر دین هم با ما بجنگه. متوجه؟ مثلا شما یک کافر همسایه شماست که سر مثلا تجارت با یک برادر دیگه جنگ کرد، تو دیگه نمیشه بگی یعنی که ما جنگ برو بکشیم. نه، تو میفهمی به خاطر از که در یک معامله تجارتی دعواشون خسته، تو دیگه حق نداری بری از جان اون کافر که چرا تو که یک مسلمان جنگیدی. او جنگی که به خاطر چی باشه؟ دین بوده باشه. حالا این گپ من به معنای از این است که کافر که هر وقت جنگ کرد بازو خوب نمیگه که ما کت دین به شما میجنگم، میگم ما کت تروریستا جنگ داریم، شما را غرض نیست. تو بگی خب نه خلاص به ما غرض نیست دیگه. وقتی اونها خودشان میگن جنگ ما به خاطر چیست، مثلا جنگ امروزی را امریکا میگن که جنگ ما به خاطر چیست، جنگ ما با افراد خاصی نیست، با یک ذهنیت ها و مفکوره های خاصی است. هر کسی که بگه من نظام اسلامی میخوام پیش از اونها تروریست است، قبل جنگ خلاص. اینی جنگ به خاطر دین است. دقت کردین؟ و یک عده لاسپیکرای رایگان یا هم دلارکی امریکایی ها در تلاشی این میشن که جنگ های دینی را غیر دینی جلوه بدن. مثل که یک آدم گنگس گلی که کتاب نوشته کرده افغانستان در آتش نفت. منظورش است که میگه این جنگایی که فعلا جریان داره تنها محض بود اقتصادی داره. این گپ دقیق نیست. بله جنگ های کفار سایر ابعاد را هم داره، اما بود اصلی چیست؟ بود عقیده و باور و دین هست. دقت کردین؟ وقتی یک جنگ رسول الله صلی الله علیه و سلم با مشرکین هم ابعاد اقتصادی داشت، ابعاد سیاسی هم داشت، خیلی واضح. اما عامل اصلی چی بود؟ عامل اصلی عقیده بود. پس هرگاه در یک جنگ عامل اصلی عقیده نبوده باشه، بله او جنگ دینی نیست.
هرگاه در یک جنگی و عامل اصلی عقیده و دین بود، بعد سایر ابعاد هم داشت. بله این یک امر واضحه است که هر جنگی ابعاد متفاوت خودش داره. دقت کردین؟ پس قرآن میگه یکی از نشانه های کفار حربی قاتلوکم فی الدین و یخرجوکم من دیارکم، یا شما را میان عملا بالفعل در حال جنگن، یا بالفعل هم ممکن در حال جنگ نباشه، اومده سرزمین تا گرفته، بیکار قرار کرده بالاش شیشته، خلاص تو را سرزمین اخراج کرده. یا ای که وظاهروا علی اخراجکم، یا ای که کسی دیگه از کفار با شما در حال جنگ است، او آمده با او کافر چی میکنه؟ کمک میکنه. پس سه کار کافر حربی میسازه: یا مستقیم در حال جنگ باشه، سرزمین مسلمان ها را گرفته باشه، یا دیگر برای مسلمان ها کمک بکنه. این کافر چی میشه؟ حربی. با این چی باید معامله شوه؟ با این باید دیگه بریم تولوهم و تقسطوا باید بکنیم؟ نه، حکم معامله با این کافر چیست؟ فقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا گیرش کردی بکشینش. و خذوهم و احصروهم، در هر جا. قاعده معامله با کافر حربی همیست: جنگ میشه، مالش هم گرفته میشه به عنوان غنیمت. خلاص دقت کردین؟ این قضیه را فهمیدن خیلی آدم ساده میسازه برای آدم درک آیات قرآن کریم. در خیلی از جاها آیات قرآن کریم یعنی که کافرها را بکشی و تو کنی یگان تا که این جایش نمیفهم، فکر میکنه خب در جا که می کافر دین سر کش دیگه، خلاص این مفهوم نداره. واسه خصوصا وقتی قرآن کریم میگه فقتلوهم حیث وجدتم، هر جا یافتش کردی بکشش. کدام کافر هر جا یافتش کشته میشه؟ کافر حربی. دقت کردین؟ کافر غیر حربی کشتنش چیست؟ ناجایز است و حرام. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در روز قیامت من خصم او کسی قرار میگیرم که بر علیه کافر غیر حربی چی کرده باشه؟ حقش خورده باشه، یا مثلا در مقابل از او تحدی و تجاوز کرده باشه. دقت کردین؟ پس هرگاه یک نفری کافر غیر حربی را مالش بخوره، به جان از او ضرر برسانه، اذیت برسانه، در دنیا و در آخرت مؤاخذه داره. در دنیا دولت اسلامی از او باید مؤاخذه بگیره، به مال ضرر رسانده باید تاوان مالش بپردازه. فقط قصاص نمیشه، گرچه فقه احناف میگه که قصاص میشه. در فقه احناف کشتن یک کافر غیر حربی قصاص داره و استدلال با عموم آیت میکنن که قرآن گفته النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه که لا یقتل المؤمن بکافر، او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه مسلمان در مقابل کافر کشته نمیشه. یعنی قصاص نمیشه، اما به معنای از این نیست که مؤاخذه دنیوی و اخروی نداره. قطعا مرتکب گناه شده و دولت اسلامی هم او را باید چی بکنه؟ مجازات غیر از قصاص میکنه. دقت کردین؟ این در مقابل کیست؟ در مقابل کافر غیر حربی. پس این مجموعه عموم آیاتی که میگه فقتلوهم حیث ثقفتموهم وقتلوهم حیث وجدتموهم در مورد چی کسانی است؟ در مورد کفار حربی، نه کفار غیر حربی. دقت کردین؟ و او آیاتی که ما را دستور میده به احسان کردن و نیکی کردن در مورد کیست؟ در مورد کفار غیر حربی، نه کفار حربی. حالا قضیه چی شده؟ سرچپه. ما با کافر که حربی هر روز میکشه، اهانت میکنه، به قرآن اهانت میکنه، خیلی واضح میگه ما آمدیم بنیادگرایی اسلامی را از بین ببریم. خودشان بنیادگرایی اسلامی تعریف میکنن. اینی بنیادگرایی اسلامی. امام معاصران که پالیسی سیاست خارجی امریکا رو چی میکنه؟ خودش تعریف میکنه بنیادگرایی اسلامی کدام خصوصیات دارن. اول معتقد به جهادن، دوم معتقد به تطبیق احکام اسلامی در زمینه‌های اجتماعی مثل حجاب بودن نظام اسلامی. خب این اسلامی است دیگه، اینا را اسلام بگیرین چی میمونه به اسلام؟ خودشان تعریف میکنن. دقت کردین؟ خب اینا کار اولش. حالا کافرای حربی شده کافرای غیر حربی، کافرای غیر حربی شده کافرای گردوات شده از پیش مسلمان ها و از پیش غیر مسلمان ها. اینی گپ خطا هست. حالا این قواعد کلی رو انشاءالله دقت کردین. در مقابل کافر حربی چی باید بکنیم؟ قاعده اصلیش که جنگ است، اما بله صلح هم با کافر چی میشه؟ جایز است. قرآن میگه و ان جنحوا للسلم فاجنح له، اگر اونا پیشنهاد صلح کردن شما با اونها صلح بکنید. چی نوع صلح جایز است؟ صلحی که در اون مصلحت اسلام و مسلمان ها باشه. البته یکی حالات مجبوریت است، یکی حالات اصلی. در بعضی از حالات مجبوریت که به خاطر حفظ مصلحت های اساسی مسلمان ها بعضی از خودگذری ها را هم در مقابل کافر بکنه، این ضرورتا جایز است. مثل چی واره؟ در دوران رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق مشرکین مکه همراه با قبیله غطفان و سایر قبایل قریش 10,000 نیروی مسلح نظامی را آماده کردند در مقابل پیامبر. غالبا کل نفوس مدینه هم 10,000 نفر نمیشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از لحاظ مادی
امکان جنگیدن در مقابل دشمن خود را نداشت. مشوره کرد با صحابه، به اساس مشوره سلمان فارس رضی الله عنه خندق حفر کردن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و فقط فشار دشمن را کم کرد، اما خطر دشمن هنوزم به صورت کامل منتفی نشده بود. پیامبر ضرورتاً بر اساس یک مجبوریت که مصالح عمومی جامعه اسلامی حفظ شود، با صحابه یک مشوره دیگه هم کرد. اون مشورهش این بود که گفت دشمن اصلی ما شما فعلا قریش است. قریش در نتیجه به اصطلاح امروزی اگر بگیم تکنیک های سیاسی قبایل دیگر در کنار خود قرار داده. یعنی اونها مثلا قبیله غطفان در کنار در جنگ با مسلمان ها بود، اهمیت برشان نداشت، و یک قبایل دیگه به نام احابیش برشان میگفتن، در میان عرب ها بودن، اما تو مردم های به اصطلاح ما شما تو لندقرا دیگه اونا را هر کسی که جنگ میکرد بر از اونها میره فیصله میداد، میگه بیا در کنار ما باشین. بر از اونها کدام باور و عقیده خاص مهم نبود، فقط به اصطلاح مردمانی بودن که جنگ اجرتی میکردن. خیلی از این مردم ها آورده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم دید که آل دشمن اصلی ما که قریش است. خیلی از مردمای دیگر هم در کنار خود قرار داده. چی باید بکنیم؟ سیاست اسلامی چی را تقاضا میکنه؟ توان جنگیدن با کلش هم نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه مشوره کرد که بیایم حداقل یک بخشی از دشمن را از جنگ بکشیم تا فشار سر مسلمان ها چی شود؟ کم شود. به چی قیمتی؟ حتی به قیمت پرداختن پول بر از اونها. رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه مشوره کرد، گفت بیایم ما شما برای قبیله غطفان که تقریبا یک بخش زیادی از عناصر جنگی دشمن در غزوه خندق را تشکیل میده، بر از اونها حاصلات یک ساله چی را میتیم؟ حاصلات یک ساله مدینه را، خرمای مدینه را براشون میتیم که از جنگ در مقابل ما شما دست بکشن. آله اینی گپ پیامبر ترس نیست، حفظ مصلحت جامعه اسلامی است و مواردی که اگر مسلمان ها در امی تو یک حالتی قرار بگیرن، امی تو یک کار شرعاً جایز است. خود مشوره پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت به جوازی کار میکنه. اما فداکاری صحابه بیشتر بود. صحابه چی گفتن؟ گفت قسم به الله یا رسول الله، در زمانی که ما مشرک بودیم این قبایل خرما را یا به عنوان مهمان که می آمدن میخوردن از ما، یا هم به عنوان از این که با اونها معامله میکردیم، در غیر از اون نمیخوردن. حالا چطور با عزت ایمان ما این کار را بکنیم؟ این فداکاری صحابه یک طرف قضیه هست، اما اصل کار جایز بود چون پیامبر صلی الله علیه و سلم این گپ پیشنهاد کرد. یعنی چی؟ یعنی یک از تکنیک های جنگی هم است که اگر تو در مقابل دشمنت میبینی که دشمن چقدر نیرو داره، ما چقدر نیرو دارم، پیروزی از جانب الله سود جایش، این باور اعتقادی ما هست. ما در زمینه های عملی در تکنیک های نظامی تو نیست که فراموش بکنیم خود ما از جانب خدا پیروزی از جانب خداست، ما یک نفرم میریم که امریکا را اختار میتونیم ما کتت کار دارم. معقول هم نیست. قرآن میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، این کارم ناجایز است. دقت کنید و به همین خاطر در زندگی رسول الله صلی الله علیه و شرایط میگه که بر ما یک پاره بفهمونه. پیامبر صلی الله علیه و سلم آماده میشه به خاطر فشار نظامی را سر جامعه اسلامی کم بکنه، بر یک بخشی از اینها ولو با پرداخت نوی میشه تعبیر بکنیم، اگه تعبیر ما خطا نبوده باشه، جزیه همونا را کم بکنه، پیسه برش بده که از جامعه اسلامی دور شوه. حالا اگر یک نفری فشار دشمن سرش زیاد میشه، عموت یک کار را میکنه، اینی گپ نقض ولا برا نیست. متوجه منظورم شدین؟ گپ اول. گپ دوم، در مقابل دشمن اول تا حد توانت میسنجی، مبارزه میکنی. وقتی مبارزه نکردی به هر وسیله ممکن دیگه فشار دشمن را کم کردن جایز است، ولو با پرداختن پول بوده باشه. مسلمان های امروزی چی رقم میزن؟ مسلمان های امروزی شما فکر بکنین فعلا امریکا بزرگترین قدرت نظامی دنیا هست، این واقعیت موجوده، می رقم است. بازم به خاطر که بتانه سایر کفار را در کنار خود نگاه کرده باشه، از همه تکنیک های نظامی استفاده و سیاسی استفاده میکنه و حتی گاه وقتا اونها را در یک قضیه بسیار عاطفی قرار میده. غالبا یک جای خواندم بعد از عملیات 11 سپتامبر غالبا فرانسه فکر میکنم آماده نبود در کنار امریکایی ها در این جنگ اشتراک بکنه. امریکایی ها وزیر دفاع فرانسه را در هلیکوپتر میشونن، میرن از نزدیک برش امو حالات و وضعیت را که سرشون آمده رو نشون میده، میگه بی از برای خدا چی حالت سرم آمده، هنوز ما رو کمک نمیکنین. این کی میگه؟ امریکا میگه، بزرگترین قدرت نظامی. در مقابل چی کسی؟ در مقابل کسی که مصرف یک روزی اردوی امریکا اینا رو میتونست چی بکنه؟ شکست بده. بازم این کارو میکنه. مسلمان های ما چی رقمی هستن؟
ممکن 100 متر مربع را بگیریم. در اونجا دیگه این کافرایی که ما در جنگن، خدا جنگ، اونایی که بیخی در جنگ هم نیستن، در کجا دنیا قرار زندگی خدا میکنن، میگه ما به خاطر شما را میکشیم. جئناکم بالضعف. کی را میگه؟ ارجنتاین میگه. متوجه شدید؟ اینی شاید بگه که این شجاعت ما را نشان میده. نه، این اگه تعبیر ما تند نباشه، این حماقت ما را نشان میده. این نشان میده که ما سیاست شرعی را نفهمیدیم. این نشان میده که ما ذهنیت اداره جامعه اسلامی را نداریم. این نشان میده که ما هنوز از فهم اسلام بسیار فاصله داریم. دقت کردین؟ اگر ما بدانیم، شما فکر بکنید نمیال در جنگ تقریبا حداقل در هر ائتلاف نظامی از 50 نفر کشور کمتر نیست. اگر ما بدانیم یکی از این کشورها را بازرسانی از جنگ بکشیم، باید این کارا بکنیم. ما و کشورهایی که اصلا ممکن هیچ انگیزه جنگی که ما نداشته باشه، یک منطقی 10 متر مکعب گرفتین، شمشیرهای خدا میکشیم، جئناکم بالضعف. چی که پسر تو چی؟ اینی نشان میده که مسلمان ها در یک وضعیت غیر واقع بینانه واقع شدن. هیچ نمیفهمن که ما در کدام حالتیم. و توضیحی گپم خیلی وقتا درک نمیکنه گپا. تو برش میگی خب تو در کجا؟ می تمکین تو در کدام منطقه است؟ هینا دیگه فلانی منطقه رو گرفتیم. چند روز گرفتیش؟ یک روز نگاش نمیتونه بکنه. یک سال نمیتونه نگاش بکنه. و فشار دشمن چقدر هست؟ 1000 برابر بیشتر از کل نیروی نظامی ما. دقت کردین؟ یعنی شما ببینین مثال برای شما میگم، تعداد نیروی نظامی پیامبر با تعداد نیروی نظامی مشرکین مقایسه بکنین در اون زمان، تعداد نیروی نظامی امروز مسلمان هایی که فعلا در مقابل کفار در جنگن با تعداد نیروی کفار مقایسه بکنین، قطعا صدها برابر بالاتر از کفار فعلا. و این شریعت این تخفیف داره. اینی گپ نقض ولا برا نیست. دقت کردین؟ و حتی کمک گرفتن از یک کافر در مقابل یک کافر دیگه که مصلحت مسلمان ها و مصلحت او کافر شریک بوده باشه، گرچه عده محدودی از علمای را ناجایز میدونن، اما جمهور علما قائل به جواز ازی هستند. جمهور علما کمک گرفتن از یک کافر در مقابل یک کافر دیگه که کافر بالفعل فعلا با تو در حال جنگ نیست و زدن او کافر به مصلحت تو هم است، به مصلحت از او هم است، این جایز است. متوجه شدین؟ این که بعضی ها میگن که خب مثلا در دوران روسا چرا مجاهدین از امریکا کمک گرفتن؟ هیچ مشکل نداره، خوب کردن کمک گرفتن، شرعا مشکل نداره. خب بله، این زیرکی را باز مسلمان ها داشته باشن که وقت جامعه را میگیرن، جای را میگیرن، خودشان به عنوان یک عنصر استخباراتی دشمن کار نکنه دیگه. اختیار به دست خودش باشه، تصمیم به دست خودش باشه. مصلحت جامعه اسلامی ای را اجازه میده. اما اگر تو به عنوان یک اجنت کار بکنی برای از او، بله قطعا ناجایز است. دقت کردین؟ این تفاوت وجود داره بین این مفاهیم. خیلی مردم تو مفاهیم چی میکنن؟ خلط میکنن. و خیلی هایی که در این حالت ها هم واقع هستن بیچاره خودشون هم نمیفهمن، مجبور رقم تو تیر خدا میارن. یا این دقیق نیست. کمک گرفتن از کافر، از یک کافر در مقابل کافر دیگه بر اساس رأی جمهور علما جایز است. دقت کردین؟ یک نکته دیگه چی نوش جایز است؟ اون نوش جایز است که تو به مصلحت اسلام و جامعه اسلامی از این کمک استفاده بکنی، نه که تو خودت به عنوان یک اسکر استخبارات از او بوده باشی که باز تو برات گفت چپ چپ راست راست، نفر بکش فلانی دبان. این رقم بله ناجایز است. دقت کردین؟ پس هرگاه مثلا مسلمان ها با یک کافر بالفعل در حال جنگن، یک کافر دیگه در حال جنگ نیست، ای که مسلمان ها کلشان در مقابل کافر مشترک بوده باشن، این خو یک امر بیخی واضح است. حتی کافر هم اگه در کنار خدا آورده میتونه باید بیاره. وضعیت امروزی مسلمان ها چه رقمی است؟ ببینید چقدر ما از فهم اسلام و از عقلانیت چقدر فاصله گرفتیم. از بین نزدیک به 2 میلیارد مسلمان ممکن یک چند هزارش بجنگه، یک دیگه. اینا وقتی که جنگ میکنن، ای که ای ذهنیت داشته باشه که من بتونم کل مسلمان ها را در کنار خود بگیرم. مسلمان های گناهگار، مسلمان های بیگناه، مسلمان های اهل بدعت، مسلمان های غیر اهل بدعت، مسلمان هایی که بیخی خوارجن، بیخی رافضیان، بیخی هر چی که هستن، مسلمان که بود خلاص در کنار خود بگیریم. اگر بیخی کافر هم بود در مقابل کافر باید را در کنار خود بگیریم. حالا چی رقم است؟ کل کافر با کل نیروش در مقابل ما هست. ای که یک مسلمانی که کمک گناه داره رو خدا جایش میمونیم. اون مسلمانی که مثل ما در میدان جنگ هم هست، این کافر میگم تو برو بخیر که من امیر اول دیم دم.
این واقعیت دردناک جامعه ماست. شریعت چی میگه؟ شریعت میگه هرگاه مسلمان ها، وقتی مسلمان ها گفتیم هر کسی که در این نام میآیه، حتی مذاهبی که از لحاظ اعتقادی ناجایز است، به اصطلاح عقاید گمراه دارن، اگر خوارج باشن، اگر رافضی باشن، اگر مرجعه باشن، اگر معتزله باشن، هر چی که بوده باشن، در مقابل کافر باید در کنار ما باشه. به هر وسیله ممکنه در کنار خود بگیریم. او را خب بگذار در جایش که کافر دیگر هم در کنار خود گرفته میتونیم در مقابل کافر باید بگیریم. حالا ما چی میکنیم؟ او کافر خب با نه، او کافری که در حال جنگ است، خود جنگ است. او کافری که نیست میگیم بیا جنگ کنیم. اگر نیم ما بجان تو خب کلا گیره بر علیه خود میشورونیم. باز بین خود چی میکنیم؟ ای خو بیخی کافر خطرناک است. چون اهل بدعت است، او اهل بدعت تا خال ما عموما کافر میدونن دیگه خلاص. ای خو باید اینی مسلمان دیگه که دین روز در پالی من بود یم چیز کشتن از این نسبت به او کافر اولویت قرار میشه. به همین خاطر آل مسلمان ها میرخه من یک طرف دشمن میکنن، هزار فر دیگه در وجود خود میکنن. و ان هذه امتکم امه واحده، ما یک جسد واحدیم. دردی که به من برسه شیخ اگر احساس نکنه جسد واحد نیست، دردی که برازی میرسم در حقیقت خودکشی است. قرآن داخل وقتا میگه ولا تقتلوا انفسکم، یک دیگر نکشین، میگه خدا نکشین. علما در تفسیرات میگن ولا تقتلوا انفسکم، خدا میکشیم ما. به همین خاطر من گاهی وقتا خیلی تعجب میکنم که عملکردهای مسلمان ها شرعی خو نیست. امی ابتدایی ترین مفاهیم عقلانی را هم که خود متاسفانه نداره. این از کجا ناشی میشه؟ غالبا این اسباب مختلف داره. یکی از اسبابش است که مسلمان ها در فشار زیاد اصلا توجه و سنجش بر مبارزه معقول و مشروع را از دست میتن. توجه شدین؟ چرا در بین مسلمان ها بحث مثلا انتحار و گپا شده؟ چون نمیسنجه که چی کنم، عقده‌ای عمل میکنه. دیگر راه نداره تبت یک چند تا ما دم میره خودم میزنه. چی کرد؟ باید کافر بزنم خیلی مسلمان ها میزنه دم. این نشان میده که مسلمان ها بله قطعا وضعیت مسلمان ها شرایط امروزی در بدترین وضعیت ممکن قرار داریم. اما آیا در این وضعیت بد قرار داشتن به معنای است که ما احکام شرعی، ضوابط شرعی و ضوابط عقلی و مصالح اجتماعی جامعه اسلامی را فراموش کنیم؟ و به همین خاطر بود که رسول الله صلی الله علیه و آله در غزوه خندق ببینین بدترین فشار نظامی سر پیامبر آمد. از لحاظ اقتصادی رسول الله صلی الله علیه و آله چندین روز غذای کافی برای خوردن نداشت، لباس کافی برای پوشیدن نداشت، اما شرعی بودن مبارزه را فراموش نکرد، عقلانی بودن مبارزه را فراموش نکرد، مصالح جامعه اسلامی را فراموش نکرد. گفته که برین مسلمان‌ها بزنین هر چی که شد دیگه، هر چی خدا هست. اگر این رقمی بود جامعه اسلامی باقی نمیموند. توجه شدین گپ مرا؟ و آل مسلمان ها متاسفانه همین رقم هستن. آل اگر یک کسی با یک مسلمان ولو اهل بدعت باشه، با او یک تفاهم سیاسی بکنه به خاطر جنگ با کافر، به نام از اینکه ولا بالا نقص کرده کافر میشه. فهم غلط است از شریعت الله. اگر یک نفری با یک جریان اسلامی دیگی به یک شکلی از اشکال به خاطر مصالح جامعه اسلامی یک تفاهم سیاسی بکنه، این مردم چی میکنن؟ تکفیر میکنن. اگر با کافری کار کردی بیخی دیگه از اون کافرایی هستی که بیخی توبه تمش و قبول شدنی نیست، در حالی که به این ترتیب نیست. و بله در کنار کافر قرار گرفتن بر علیه جامعه اسلامی و بر علیه امت اسلامی و بر علیه مسلمان ها هم بله شرعاً حرام است و موارد به حد کفر میرسه. او کدام موارد است؟ تشخیصی از این نکته هم گپ بسیار مهم است. خیلی ها اینی باریکی را هم درک نمیکنن و استدلال میکنن به عموم سخنایی که علما میگن. بله علما میگن که کمک کردن کفار در مقابل مسلمان ها کفر است. در کدام حالت و به کدام شرایط و در چی نوعش، این جزئیاتش نمیگن. یکی کمک کردن یک کافر در مقابل یک کافر خاص، این هیچ عالم در تاریخ امت کفر نگفته. یکی کمک کردن جمعی از کفار هست در مقابل جمعی از مسلمان ها. این چند حالت داره. حالت اولش یک شخص خوب بفهمه، معتقد است، باورمند است، یقین است اینمی کفار در مقابل اون مسلمان ها به خاطر عقیده و باور دینیشان می جنگن و پیروزی از اینها پیروزی اسلام و شکست از اونها شکست اسلام است. باز در کنار از این قرار میگیره
این کافر است. دقت کردین؟ خوب عمیق بفهمین این قضایا را. فهم بسیار دقیق کار داره. اگر یک نفری خودش یقین قلبی خودش امیست که اینی کافرها را که میبینید قطار سال هستن که وسایل نظامی خود با اون مسلمان ها میجنگن، اونا مسلمانان باور داری، اینا هم کافرن باور داری، میفهمی جنگشان هم به خاطر چیز، یقین هم داری که اینا بر علیه اسلام میجنگن، اونا هم به خاطر دفاع از اسلام میجنگن، با وجود عظمی در کنار از اینا قرار میگیری و مجبوریت هم نداری، کسی تو را وادارم به این کار نکرده، در دلت هم از پیروزی از اینها در مقابل پیروزی از اونها، یعنی از پیروزی اسلام کفر در مقابل پیروزی کفار خوشحالی و در حد توانت هم کمک میکنی، کفر است. دقت کردین؟ اما اگر قضیه ای رقم هست، بعضی قضایایی که فعلا هست، یک نفر مثلا نگه که خب او مسلمان است، اول او را مسلمان نمیدانه ولو در فتوای خودش غلط کرده باشه، اما به عنوان مسلمان با او نمیجنگه، این کافر است. بله کافر است، اما جنگ ما با او بر علیه جنگ ما در مقابل اسلام نیست. این حرام بودنش کسی شک نمیکنه، اما به حد کفر نمیرسه مگر با ارزیابی حالت یک فرد معینی که در کدام حالتی کار نمیکنه. دقت کردین؟ پس هر نوع کمک با کافر در هر نوع جنگ کفر نیست، حرام است، ناجایز است، بعضی موارد به حد کفر میرسه، تفصیل داره و بدون فهم تفصیل انسان در خطا واقع میشه. و آنچه که امروز در بین جوانای ما معمول است، تفصیل مفصیل کار، ما مسلمانیم اونا کافرون، در پلیس کافر است. این رقم نیست، حالات بسیار مختلفه داره و من فکر میکنم خیلی این مسائل شیخ عبدالعزیز طریفی خیلی خوب بحث کرده در تفصیل کمک در مقابل مسلمان در کنار کفاری، در تفصیلی تر بحث کرده. دوستایی که میخواستن تفصیلی موضوع رو ببینن در چیزای محاضرات به نام والله و رب الله از عبدالعزیز طریفی در چی هست. دقت کردین منظور مرا؟ پس انسان حالات جنگی را بفهمه. رسول الله صلی الله علیه و سلم با کافر یک پیمان نظامی داشت. صلح حدیبیه دو دانه قبیله وجود داشت. یک قبیله هم پیمان چی شد؟ مشرکین مکه شد. یک قبیله کافر و مشرک هم پیمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. هم پیمان نظامی شدن با کافر نقض ولاء نیست وقتی به مصلحت مسلمان ها باشه. یک، صلح کردن به گونه‌ای که مصلحت جامعه اسلامی تقاضا بکنه یا مجبوریت جامعه اسلامی به گونه‌ای باشه که بعضی از ضررها را مسلمان ها تحمل بکنن، بازم جایز است و نقض کننده ولاء و برا نیست. مثلا کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله مقابل قبیله غطفان میکرد و در کنار مسلمان هایی که ولو یک عده اونها را کافر بدانن، در کنار از اونها در مقابل دشمن قرار گرفتن نقض ولاء و برا نیست، کسی کافر نمیشه. در کنار کافر قرار گرفتن در مقابل یک کافر دیگه به خاطر مصلحت مسلمان ها، نه به عنوان یک عنصر جاسوس بر از اونها، نقض ولاء و برا نیست. مشکلیت ایره چی میکنه؟ ممنوع نمیکنه. دقت کردین؟ بلکه شریعت میره به ما دستور میده به خاطر حفظ مصلحت جامعه اسلامی و به خاطر حفظ به اصطلاح مصالح مسلمان ها باید این کارها را داشته باشیم. دوم، در کنار کفار قرار گرفتن در هر حالت شخص را کافر نمیکنه. مثلا این قواعد میگم براتون، در تطبیقش باز بحث جداگانه داره. خب یکی فهم قواعد است، یکی فهم تطبیقش. این هم یک گپ بسیار اشتباهی است که در پیش جوانا شده. قواعد میفهمن، تطبیق خودشون میتن. برای تطبیق یک حکم جدا قواعد وجود داره. مثلا آیا کمک گرفتن از یک کافر در مقابل مسلمان باغی که بر علیه دولت اسلامی میجنگه جایز است یا نه؟ بین علما اختلاف است. خب هیچ کسی را کفر نگفته. دقت کردین؟ دوباره تکرار میکنم. یک دولت اسلامی وجود داشته باشه، این دولت اسلامی در مقابل مسلمان های باغی می جنگه، کمک گرفتن از یک کافر در مقابل این مسلمان ها جایز است یا نه؟ عده قائل به جواز هستند، عده قائل به عدم جوازش هستند، عده بر اساس شرایطی را جواز میتن، اما کسی را کفر نگفته. آله بله امروز نظام ها نمیتونیم بگیم که اینا نظام های مشروعی هستند که دفاع از اینها فرض است و مخالفین از اینها هر کسی که بود در هر جای آقی و باقی است. این درست نیست. اما وقتی یک کسی اینمی استدلال را کرد از کفر پایین میاد موضوع. توجه منظورم شدین؟ یکی ناجایز بودن یک گپ است، یکی کفر بودن یک قضیه هست. بین این دو بسیار فرق داره.
ما شما هر کدام ما الله ما شما رو حفظ کنه روزانه ممکن مرتکب ده ها امر ناجایز شویم، یعنی تا سر حد حرام هست. این واقعیت قضیه همین مرا بگین من براتون اعتراف میکنم که من میرم. اما واقع شدن در کفر موضوع متفاوت است. گپ دیگه که متعلق به قضیه است، گرچه متعلق به امور نظامی نیست اما متعلق به قضیه است. نظام ها وقتی نامشروع شوند، حکم کردن در مورد عدم مشروعیت نظام ها و درجه مشروعیت یک امر بسیار پیچیده و کلان است که صلاحیت همین جوانایی که در هر جای شور بخوری تکفیر میکنن غلط است. بعضی موارد ممکن نظام ها به حد کفر برسن، بعضی موارد ممکن به حد کفر نرسن. ولو نظام ها به حد کفر برسن، هر نوع کار کردن در اون نظام ها کفر نیست. بعضی موارد جایز است، بعضی موارد لازم است، بعضی موارد مکروه است، بعضی موارد حرام است، بعضی موارد کفر است. دقت کردین؟ یعنی ببینین بسیار مراتب متفاوت داره، از جایز شروع میشه تا کفر. حرام، مکروه اینا هم در بینشان هست. اینا بستگی به چی داره؟ بستگی به وضعیت و شرایط داره. این نشان میده که شریعت الله متعال یک شریعت واقعی بینانه و مطابق با فطرت انسان ها بوده و همه شرایط متفاوت زندگی انسان ها را در نظر داره. دقت کردین؟ و این رو به خاطر چی میگم؟ به خاطر از اینکه عده زیادی از مسلمان ها به خاطر امیگب کشته میشن. حتی این نظام میگه نظام غیر اسلامی خیلی خوب، این نفره که چوکیدار فلانی مکتب است دیش دم میزنن چاره را. ناجایز است. به اتفاق علما ناجایز است. دقت کردین؟ به اتفاق علما چیز ناجایز. یگان تو گاهی وقتا یگان جوانا رو که ما میخوایم متوجه بگردانیم که جوانا اینی طرز میگه ها تو هم خودم دولت کار میکنین. و یک نوشته کرده بدید در جوکی که دانش کده مرمینه. این فهم دین است. و خیلی همه تو میکنین باور بکنین ما کسایی رو دیدیم که عالم بوده کشته شده به خاطر میگم چرا ایده نظام کار میکنه این بحثا به خاطر دلار گپ میزنه، حالی که نه الله شاهد است که وضعیت ما در کدام حالت است. دقت کردین؟ اما فهم شریعت مقدم تر از هر چیز است، اولویت داره نسبت به هر چیز دیگه کرده. دقت کردین؟ خب حالا ما نمیگیم هر چی که مثلا ما گفتم درست بود، ممکن بعضی موارد از ما هم خطا شده باشه، اما با خطا واقع شدن هم یک نفر مستحق کشتن نمیشه. یک با هر خطا یک نفر کافر هم نمیشه. دو و این که چی کسی در کجا خطا میگه، بازی نیاز به چی داره؟ نیاز به یک بحث علمی داره بر اساس اصول و ضوابط علمی که با ثابت میکنم که ما در اینجا خطا کردیم یا فلانی در اینجا خطا کرده. دقت کردین؟ این تو اوایی و علکی نمیشه دیگه. و طبعا بحث علمی از خود اول شرایط داره. شرط اولش چیز کسی که بحث میکنه علم باید داشته باشه. خیلی از این جوانایی که میره فتوا میکنن گاهی وقتا ما کوشش کردیم بفهمونشون اصلا مفاهیم بسیار ابتدایی رو نمیفهمن. اینو باور بکنین الله شاهد است. کسانی از این جوانا میره در این مسائل بحث کرده، کافر گفته فلانی باید کشته شه، فلانی کشته نشه، مرا گفته کافر است کشته فلان فلان فلان. الله شاهد است که یک آیه قرآن کریم از این قرآن کریم باز بگی بگو بخوان خوانده نمیتونه. ولو گپش صحیح باشه امی سخن امی گفتن حرام است. ولو اصل گپ صحیح باشه امی نفر که میگه برش حرام است. دقت کردین؟ پس ما باید مسائل شرعی را دقیق بفهمیم، اصول و ضوابط شرعی را به صورت دقیق و علمی و همه جانبه بفهمیم. فایده از این چیز اول، خیلی از امی جوانایی که امی کارا را میکنن ما بر اساس گمان خیر خود فکر میکنم نیتهایشان خوب است و اخلاصشان هم بیشتر است، حماسه دینیشان هم ممکن از ما کده بیشتر باشه، ممکن نه که بیخی واضح بیشتر است. اما تنها داشتن اخلاص و حماسه و جدی بودن و قاطع بودن کافی نیست. در مبارزه اسلامی معیار مبارزه احساسات و عواطف ما نیست، شریعت الله هست و سنجش مصلحت جامعه اسلامی. چیزی که متاسفانه یعنی واقعی بینانه اگر بگیم ما در بین هیچ جریان اسلامی به صورت کامل اینا رو نمیبینم. اونایی که مبارزه نظامی میکنن هم نمیبینم، اونایی که مبارزه سیاسی هم میکنن نمیبینم، اونایی که حتی کارهای فکری و فرهنگی هم میکنن نمیبینیم. ما معمولا نمی رقم شده. یک کسی که کار تعلیمی و تربیتی هم داره با کافر تا بسیار جای تسامح میکنه، با یک برادر مسلمانش که در بعضی از زمینه های اجتهادی اختلاف داره بدتر از کافر برخورد میکنه.
او آدمای نظامی خود تفنگ پیش از دیگه یک دو گفتن نمیشه که او در جایش بانن. خب امی آدمایی که کار فرهنگی میکنن باور بکنین که چون یک دو گفتن نمیتونی. برخوردش با یک کافری که با تو اختلاف اجتهادی داره، با یک مسلمانی که با او اختلاف اجتهادی داره، به مراتب شدیدتر و جدیدتر است نسبت به یک کافر حربی حتی. و به می خاطر من گاهی وقتا فکر میکنم این مسلمان‌ها امروزی چی شده؟ باور بکنید من کتا اینا رو چی شده؟ چی گپ سر از اینا هست؟ اینا خدا نخواسته کلش دیوانه شدن. چی گپ از خیسر از اینا؟ که هیچ جای آدم اما تو یک موقف معقول و مشروع را نمیبینه. و باز به یاد او حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم افتاد که مثلا میگه الله متعال تا زمانی که اراده بکنه من در میان شما هستم، بعد دوران خلفای راشدین میاد، بعد حکومت‌های ملوکیت میان، بعد حکومت‌های جبابره میاد، بعد حرج و مرج میاد. همین حرج و مرج امروز همون مرحله است. یه سردرگمی است. تو سردرگم مثلا در حدیث دیگه میگه حالت بالای امت میاد که قاتل نمیفهمه چرا نفر کشتم، مقتول نمیفهمه چرا کشته شده. هیچ. و یک بخشی از قضایای امروزی همین حالت داره. بخشی از قضایای امروزی اینمی حالت است. قاتل نمیفهمه چرا میکشم، از هر دو طرف. مقتول نمیفهمه چرا مردم. سردرگمی، گدوادی. و این ضرورت داره که مسلمان ها یک بار چی کنن؟ یک مکس عمیق کنن، یک مکس خوب عمیق بکنن که ما چی میکنیم، به چی حالت روانیم، کجا پیش میریم. شرعی پیش نمیریم، عقلی پیش نمیریم، واقعی بینانه پیش نمیریم. و به همین خاطر وقتی ما سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را میخونیم درک میکنیم که قطعا پیامبر عاقلانه ترین برخورد و سنجش را داشته. پیروزی مسلمان ها، خوب دوباره تکرار میکنم، خوب این گپ در ذهنتان خوب دقیق باشه، این که پیروزی از جانب الله هست او یک امر اعتقادی است، یک باور اعتقادی است. معنای این گپی نیست که ما در میدان مبارزه عملی نسنجیم چیزی را. رسول الله صلی الله علیه و در غزوه احد دو نظریه داشت. یعنی چی؟ یعنی استفاده از اسباب مادی و سنجش معقولیت و راههای مبارزه امر متفاوت است. توکل کردن به الله امر متفاوت است. پیامبر کل اسباب مادی را آماده میکرد. وقتی آخر دست خدا بلند میکرد خدا ما را پیروز کن. اگر کسی کل اسباب مادی را مهیا بکنه و تکیهش بر امینا باشه، بله خلاف شریعت الله است. دقت کردین؟ اگر کسی اسباب مادی را مهیا میکنه بعد پیروزی خودم منوط میکنه به این امینا که دیگه یعنی خلاص حال ما مسلمان ها. و جالب هم مسلمان ها وقتی اینمی ذهنیت پیدا کرده شکست خوردن، ولو تعدادشون زیاد بودن دشمن کم. در غزوه حنین و می خاطر شکست میخورن. قرآن کریم میگه اذ اعجبتکم کثرتکم، وقتی که دیگه زیاد شدن دیگه گفتن دیگه آره دیگه ضرورت با سنجش منجش نیست، بریم دیگه زیاد هستیم. کمی رفتن اما تو ضربه خوردن که کلش فرار کرد. با جز یک 72 نفر در کنار پیامبر دیگه هیچ لشکر 12000 نفری مسلمان ها نماند. در غزوه بدر 300 نفر در مقابل 1000 نفر جنگی و بهترین پیروزی را نصیب شد. استفاده از اسباب و عقیدتاً باورمند بودن به پیروزی الله. این اصل شرعی است. اگر کسی استفاده از اسباب فراموش میکنه، مثل که مسلمان امور رقم رو وایسن روان است بوده که هرچی خدا است، این کار خلاف شریعت است. و اگر کسی استفاده از اسباب کل چیز میدانه، این هم خلاف شریعت است. شریعت بین از این دو امر چی میکنه؟ جمع میکنه. عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماد واقعی و عملی جمع بین استفاده از اسباب مادی و متکا بودن و باورمند بودن به پیروزی از جانب الله هست که انسان مسلمان عملا نور در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینه. و توفیق به این میخوایم که اول خود ما را خوب بفهمون الله متعال و بعد توفیق از این به ما نصیب بکنه که به دیگران میره به صورت درستش برسانیم. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. أيا